سلام، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو ما قصدمون اینه که با همدیگه فصل 11 علوم هفتم، یعنی اولین فصل زیست شناسی علومتون رو با همدیگه تدریس کنیم. ببینید، توی شروع بحث ما باید بدونیم که سلول چیه. اولا بیایید انواع سلول رو با همدیگه ببینیم چی هن. سلول ها انواع خیلی مختلفی دارن و هر سلول، یادداشت کنید، هر سلول با توجه به عملکرد اون ساختاری متفاوت داره. یعنی مثلا میگم یک سلول عصبی با یک سلول کبد چون عملکرد متفاوتی دارن، پس ساختاری متفاوت دارن، در حالی که خیلی از اجزاشون نه خودشون شبیه همن، ولی خودشون شبیه هم نیستن. مثلا اینجا سلول غضروف و گلوبول سفید رو میبینید، یا مثلا سلول های مختلط و سلول های پوششی. اینا همشون سلول هایی هستند که در بدن ما وجود دارن. مثلا سلول استخوان، گامت جنسی مثلا، یا هم سلول اسپرم، سلول چربی، همه اینا سلول هایی هستند که در بدن ما وجود دارن، اما به شکل های متفاوت. یعنی اگر شما نگاه کنید ممکنه خیلی از اجزای سلولی شبیه به هم باشن، اما در ظاهر یکی نیستن. به دلیل عملکرد متفاوت ساختاری متفاوت دارن. بچه ها ببینید، یاخته یا همون سلول واحد ساختار و عملکرد هر فردی است. اولا بذارید من معنیمون از فرد رو بگم. فرد یعنی هر موجود زنده. فرد یعنی هر موجودی که زنده باشه. کسایی که میخوان برن رشته تجربی توی زیست شناسی سال دهمشون با مفاهیمی همچون فرد، اجتماع، جمعیت، اکوسیستم آشنا میشن. حالا چرا میگیم یاخته واحد ساختار و عمل کرده هر فردی است؟ به این دلیل که ببینید، در هر موجود زنده‌ای، چه تک سلولی باشه، یعنی اون جان داره، اون فرده از یک سلول تشکیل شده باشه، چه پرسلولی مثل انسان، توی این جاندارها همشون ما وقتی ریز میشیم روی بافت و یا اندام و یا خود بدن، به سلول ها خواهیم رسید. بعد که ریزتر میشیم به اجزا، اندامک ها، هسته و سیتوپلاسمون سلول خواهیم رسید. چون در همه جانداران، ببینید جانداران، سلول وجود داره، پس میتونیم بگیم واحد ساختار رو عمل کرده. چرا؟ چون اولا بدن ما از سلول ساخته شده به ساختار. حالا کارهایی که ما میکنیم چون بدن ما از سلول ساخته شده، در از سلول های ما انجام میدن. حالا سلول یه قسمت کار مخصوص اون قسمت رو انجام میده، پس این هم شد عمل کرد. مثلا ببینید، سلول های عضله اسکلتی، خب انقباض ماهیچه، دلیلی که ما میتونیم دستمون رو تکون بدیم، بازومون، این در اصل آرنجمونه.
خب این چی باعث میشه؟ این سلول های عضله اسکلتی خب باعث این اتفاق میشن. یا در خون ما گلبول های قرمز و سفید رو داریم. ببینید که کارهای متفاوتی انجام میدن. حالا اینم بگم که میبینید این سلول ها متفاوت از همان شکلشون. این به دلیل همون عملکردهای متفاوته. یه دفعه این سلول عضله اسکلتی نمیاد کار سلول عصبی رو انجام بده و همینطور بالعکس. پس دلیل تفاوت در ظاهر یک سلول، چندین سلول، متفاوت بودن عملکرد اونهاست. بعد میایم بخش غشای سلولی، اولین بخشی که کتاب بهش اشاره کرده. ببینید تو کتاب گفته که غشا نفوذپذیری انتخابی دارد. یعنی چی؟ یعنی اینکه غشا هر چیزی رو که لازم باشه میذاره که وارد سلول بشه و هر چیزی که اضافی باشه درون سلول اون ماده رو، اون مولکول رو از سلول خارج میکنه یا دفع میکنه. این میشه نفوذپذیری انتخابی. حالا خود ساختار سلول چطوره؟ ببینید سلول از چندین بخش تشکیل شده: پروتئین، فسفولیپید همون لیپیده، اما لیپیدها انواع مختلفی دارن. مثلا ما لیپید تریگلیسیرید داریم، لیپید فسفولیپید داریم، لیپید کلسترول داریم. حالا پروتئین ها، این بخشای آبی رنگی که میبینید مثلا اینجا، ما پروتئینن. خب و اینم دقت داشته باشید توی کتاب یک چیز اشتباه نیست، اما منظور رو بد رسونده. ما توی غشای یک یاخته بیشترین چیزی که داریم پروتئینه، حدود 55%. بعد از اون چربی فسفولیپید 25%. اما اگر به سطح در نظر داشته باشیم، طبق چیزی هم که میبینی قسمت های زرد رنگ فسفولیپیدن، ما بیشتر فسفولیپید داریم نسبت به پروتئین، اما در حجم ما بیشتر پروتئین داریم. ببینید پروتئین 55%، فسفولیپید 25%، کلسترول 13% غشای یک سلول رو تشکیل میده. حالا کلسترول به چه دردی میخوره؟ ببینید این پروتئین هایی که در غشای یاخته هستند همینطوری ثابت نموندن، اینا سیالن، یعنی حرکت میکنن. این کلسترول ها باعث میشن که در موقعیت های مختلف از این سیالیت یا حرکت پذیری پروتئین ها در غشای یاخته کم و یا زیاد بشه. یعنی یه جا ممکنه کلسترول باعث بشه که پروتئین ها سریعتر حرکت کنن، یه جا ممکنه باعث بشه کندتر حرکت کنن. کلسترول خودش یه نوع لیپیده یا چربیه. بعد دیگر لیپیدها 4% مثل تریگلیسیرید و کربوهیدرات ها 3%. اصولا کربوهیدرات ها از نظر عمل کردی در سلول کار زیاد خاصی انجام نمیدن، الا گلیکوپروتئین ها یا گلایکوپروتئین ها. گلایکوپروتئین ها چی هن؟
فرض کنید یک پروتئین به یک کربوهیدرات چسبیده، به این میگن گلیکوپروتئین، یعنی ترکیب شیمیاییشون در هم آمیخته است. حالا به چه دردی میخورن؟ ما بذارید یه نکته رو بگم با اینکه این واسه فصل 15 تونه. ما بین هر سلول آب وجود داره، یعنی یک سلول به سلول دیگه نچسبیده، بینشون آب وجود داره. این گلیکوپروتئین ها باعث میشن با وجود اون آبه این غشاها، این سلول ها به هم دیگه بچسبن. به صورت ساده بخوایم بگیم، به جز این کربوهیدرات ها که توی گلیکوپروتئین ها هستن بیشتر مصرف غذایی دارن، یعنی سلول از اونا به عنوان غذا استفاده میکنه، چون کربوهیدرات همون قنده. بعد نکته ای هم که میخواستم بگم اینه که ما میبینید که پروتئین هایی که درون غشای سلول هستن با توجه به عملکردشون شکل‌های متفاوتی دارن، یعنی همون قضیه عملکرد و شکل سلول است، حالا توی اجزای سلول هم این صدق میکنه. بعدش میرسیم به خود سلول. در سلول اینجا حالا یه تصویر با جزئیات تر از کتابه، ولی من سعی میکنم اونایی که مهمن رو بهتون بگم. اولین بخش هسته است. ببینید میخوام یه نکته بهتون بگم. سیتوپلاسم، اولینم بگم دیگه، سیتوپلاسم که توی کتابتونم هست، بین هسته و غشای یاخته، هر چیزی که میبینید سیتوپلاسمه، بین هسته و غشای یاخته یک حالت مایع مانند داره که انگار یه سری چطور میگن، انگار تیکه های آهنو ریختی توی آب. سیتوپلاسم مثل این میمونه که اندامک ها، همون چیزایی که کارهای متفاوتی توی سلول انجام میدن، داخل یه آب باشن، یک مایع که اون مایع خودش آبه. حالا ما هسته رو داریم. خود هسته شبیه یک سلوله، نه به واقعا شبیه یه سلول، دارم تشبیه میکنم. ببینید چون هسته خودش یه هسته داره به اسم هستک، حالا دور اون هستکه یک فضای سیتوپلاسم مانندی وجود داره که توش اندامک نیست، توش دی ان ای هست، توش کروماتین هست. کروماتین ها از دی ان ای ساخته میشن، اینا رو بعداً میخونید. حالا بعد ما سیتوپلاسم رو داریم. داخل سیتوپلاسم ما ریبوزوم ها رو داریم. ریبوزوم ها در اول از همه توی هسته ساخته میشن، بعد وارد یعنی از هسته خارج میشن و کارشون تولید پروتئینه. اینجا شبکه اندوپلاسمی زبر رو داریم، روی سطحش ریبوزوم هایی هستن که کار اینا هم پروتئین سازیه. بعد دستگاه گلجی رو داریم. دستگاه گلجی مثل جایی میمونه که یک مولکول، هر چیزی از یه جایی این وارد میشه، از یه جا خارج میشه تا به جاهای مختلف سلول برسه. یک انتقال دهنده دارن، انگار اسنپ گرفتی میری از این ور به اون ور شهر.
بعد ما میکروتوبول ها رو داریم. این میکروتوبول ها توی تقسیم سلولی به درد میخورن. حالا تقسیم سلولی چیه؟ اینه که از یک یاخته ما 2 یاخته شبیه به اون یاخته اولیه داشته باشیم. مهماش اینا بودن. این قسمت اول علوم هفتمه. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک و ساب یادتون نره.